یه خانم آقای بودن ایرانی ساکن انگلستان، یه منزلی تو پردیس تهران میخرن. آقا برای امنیت خونه یه سری دوربین میذاره تو خونه ولی به خانم نمیگه و این خانم میاد ایران و دوست پسرش رو دعوت میکنه منزل و یه تایمی تو خونه زندگی میکنن. آقا اتفاقی فیلمای دوربین میبینه، مطلع میشه، میاد ایران، چند نفر نیروی پلیس برمی‌داره، چند نفر روحانی و در منزل رو میشکنن و خانم آقا رو در حین انجام فعالیت ورزشی میگیرنشون. این آقا فقط میخواستش که خانم اعدام بشه و شرط خیلی سختی بود چون خانم تابعه انگلستان بود و بین دولت‌ها اصلا اختلاف پیش آورده بود. با فشار دولت انگلستان خانم مهریه‌اش رو بخشید، تنصیف اموالی که تو انگلستان داشتن رو بخشید. آقا از حکم اعدام کنار کشید و پرونده مختوم شد. خانم داشت به دوست پسرش میگفتش که نگران نباش، چند وقت دیگه من طلاق انگلیسیمو میگیرم، نصف اموالشو برمیدارم و تو رو میارم انگلستان و با هم زندگی راحتی خواهیم داشت. یعنی اولا از این آقا به عنوان ابزاری برای گرفتن اقامت و دریافت بچ استفاده کرده بود و این واقعا ناراحت کننده بود.